و اینجا همونجاست در مدرسه که تو شهرها میرفتیم برای اولین بار میریم رو صحنه و ترانه بندر بگین رو میخونیم. این صحنه جالبیه برای اینکه شما توی ذهنتون وقتی که میستین که ترانه بخونین، چون موسیقی که نبوده فقط خودتون با صدا بوده و تو ذهنتون میبینین تمام اون پیش درآمده تا ویگن به آغاز ویگن برسه تو ذهنتون هی صبر میکنین که اینا رو اجرا بشه. تماشاچی منتظره که من لاله شما این لاله مگه همون من دارم به خودم رو مرور میکنم، گام آهنگ از جای درست شروع کنم، پیش درآمد رو دارم تو ذهنم میزنم، بعد قسم خوردم خدایا دگر بندر نیایم، اگر آیم دوباره بشکنه هر دو پایم، روم قایق بگیرم به دریا شبم گم. قسم خوردم خدایا دگر بندر نیایم، اگر آیم دوباره بشکند ساق پایم،